سلام بچه‌ها، چطوری؟ من پاکستان خیلی خوش اومدید. ویدیو داخل ویدیو قرار بریم سوروایول بازی کنیم و آره خلاصه بدون معطلی برو بریم. نه برو بریم. خب میریم وارد بازی میشیم. به 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 به. سینگل پلیر. اوکی، اسم مپمونو آره میخوام بذارم اوک سیتی، ولی آره اوک سیتی. به به. گیم مود سوروایول، دیفیکالتی نورمال، آلو چیت سم آف و کریت نیو ورد. خب به خوش اومدید به دنیای جدید. به 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 به. داخل پلینز هم هستیم، خیلی خوبه. او بغل اقیانوس هم هستیم و این خیلی نکته خوبیه. خب بریم دوتا درخت بزنیم. این درخت کت کلفته، بریم از این درختای غیر کت کلفت بزنیم یکم. او بغلمون کله خوبه. این از این. بریم بالا وسایلامون رو بسازیم و تمام. به 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 به. الان زغالم داریم 6 تا و این خب خیلی خوبه. بریم بالا بریم بالا. من نداره اینجا. زغالا رو بکنیم و بریم. تمامی زغالای اینجا رو برداشتم و آهن یه دونه هم نبود. بازم زغال اینجاست. اینا رو هم آره حله. و یه دونه آهن هم نبود اینجا. بریم سمت لاوا، چون احساس خاصی بهم میگه اونور میتونم یه ویلیج پیدا کنم. برو بریم. خب اینور احساس بایوم چری. یس بریا الف. از یه لحظه گفتم نمیرسم. به به بایوم چری داریم تو این سری. لیتس گو. به 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 به. فکر کنم دیگه باید یه دونه آهن رو اینجا بده بهم که همونم بستمه. او آهن دیدم آهن دیدم. لیتس گو. بریم پایین. به به. حداقل باید 34 تا آیرون داشته باشیم. تازه سطل و فیلم هم میخوایم، ولی فعلا بریم بالا چون که غذا نداریم. نه نه یا اول فصل. وای به چه میگم به چه مشقتی رسیدم بالا که یهو دیدم که چی دو تا چهارتایی با هم اینجا. نمیدونم چهارتایی ریره یا چی، من ندیدم چهارتایی. وای خب الان باید بگردیم دنبال یه چیزی که بگیریم بخوریمش. این غذاها رو به من بده تو، من نمیرم از گشنگی. آخی چقدر خوبه که میتونم تکون بخورم. مثل اینکه داره شب میشه. امشب رو باید بیرون بخوابیم. واسه من شیدر رو بزنم چطوری میشه. اوکی بازی قشنگتر شد، ولی الان این آخرین چیزیه که اهمیت داره. شب اولمون رو اینطوری سپری میکنیم. خوبه. اوضاع چطور میگذره آقای ما؟ دیگه من حوصله‌ام سر رفت و دل رو زدم به دریا. شپالاخ. دایموند. به به. اولین دایموند سری. یه دونه بود؟ نه دوتا، سه تا. به به. از این کیوای قرینه. به به به. خب احساس میکنم میتونم فعلا همینجا اتراق کنم، حتی اگه این اسکلتونه که صداش داره مثل چی میاد بذاره. اوکی بریم وسایلامونو بپزیم و بیایم. لیتس گو. اوکی تو روز یک فول آیرونیم و 3 تا دایمن پیدا کردیم و این فوق العاده است. اوکی تومبون رو بپوشیم و به تومبون رو بزنیم بر بدن. به کلاه رو بزنیم بر بدن. بوتس. به بوت ها رو هم بزنیم بر بدن و فقط میمونه چست پلیت. اوکی
چست پلیت هم بپوشیم و فقط باید منتظر بمونیم که اینا بپزن. Let's go. اوه دارم دایمن میبینم پشت این زامبی. دایمند هست. برو کنار برو کنار. یس بازم دایمند. این اپیزود من فول دایمند میشم. این پیککسه اگه بشکنه من بدبختم تقریبا. در نتیجه دیگه نمیتونیم بمونیم، یعنی بریم بالا. خب الان اولا که بریم اونو لوت کنیم. اوکی اینم از چستش کجاست؟ چستش اونجاست. مندینگ داره که به درد خودت میخوره. این از این یا ابوالفضل و تمام. اولین گوسفند. آخه چقدر خوبه چوب داشتن. اوکی من میرم تمامی چیزایی که باید بپزم و میپزم و هر چی که لازمه رو آماده میکنم و دوباره میریم تو غار. پس میبینمتون. اوکی من فعلا اینجا رو کردم بیس موقت خودم و وسایلامو خالی کردم داخل این چسته و بعدم میایم همشون رو برمیداریم. پس جای نگرانی نداره. بدمونم یه اسپان پوینت بزنیم همینجا و اینکه لیتس گو. اسپانره بعد اسپانر چیه؟ اسپایدر تورش میخوایم. 4 تا 8 تا تورش میشه دیگه، پس یعنی 16 تا تورش میشه. ولی اوکی بودو تورشو بده. بیا اینجا اینجاها رو همشو ترشکاری کنیم و اوکی نیم تگ استخون زینو لیتس گو. اینم که بعدا یه دونه اسکرین شات بگیریم و بعدا میایم سراغش. اوکی بریم سمت بیسمون و بخوابیم و فردا فولار رو مرشیم و دیگه آره خلاص سری بگیریم بخوابیم تا کسی نیومده بزنمون. صبح شد. خب اولا که تمام وسایلامون رو خالی کنیم. این از این 50 تا دایمند رو بده به من و همراه این. خب اولا که استیکا رو بسازیم. بیشتر میخوایم. این از این. اول از همه یک سورد، 2 عدد پیککس، 1 عدد اکس، 1 عدد شاول و 1 عدد هو میسازیم. این از این. بعد بریم سراغ آرمورا. این از این. اینم از کلا. به به. خب بچه‌ها مرسی از اینکه ویدیو رو تماشا کردید. همونطور که می‌بینید من الان فول دایمندی شدم و این تازه اپیزود 1 و منتظر اتفاقات خفن تو این سری باشید تا ویدیوهای دیگه. بدرود.